در این مکان غیر نان و نمک، خانه پر از نعمت، فراوانی های انواع غذا شما را باز عزت و اکرام و احترام به اندازه فرا میگیرد. بوراک دستپروران بهترین مکتب خدمتگزاری، دستورخوانداری، آشپزی و قنادی را اینجا سرجم کرده است که همه‌شان در خدمت شمایند. درود بر شما عزیزان دل. مهمان برنامه ما صدای خیلی فوق‌العاده دارد. با این صدای فوق‌العاده، با این هنری والا به زندان افتاد. من فکر کردم که مثل بقیه از هنرمندان، برخی از هنرمندان از تاجیکستان بیرون رفته است و در خارج است، اما نه، اشتباه کردم. به من گفتند که زندانی بود و خبری از زندان رها شدنش را پرویز جان، همکاری عزیزم، دودری عزیزم به من رساند. خیلی خوشحال شدم و امروز شرف سراینده جوان بعد از زندان مهمانی برنامه ناگفته هاست. شرف جان، سلام همه بچه ها رو، همه بیننده هایی رو که در همه گوشه های دنیا ما رو تماشا میکنند بر شما میرسونم. تشکر زیاد استادی عزیز. اول یک سلام و درود بر شما اکی آرزو جان ایسایف. شما هم خیلی بسیار یادتون که پزمانتون شدیم، مدتایی بود که خیلی شما را ندیده بودیم. بسیار خوشحال شدیم که از شیره شما، از دیدار شما از نزدیک بخوردیم. دیگر سلام دیگر بر تمام بینندگان و مخلصان و هم ابونه‌چیان کانال شما. خوشحال هستم که امروز با شما هم هستم. هر چیزی که باشد در خدمت شما. امیدوارم امید از این که در خانه‌دانتون پر از مهر و محبت، پر از سما و صمیمیت، قلب‌های تازه داشته باشین، روزگار خوب داشته باشین. تشکر کنم. سوال نخست، چرا به زندان افتادید؟ درباره زندان افتادنم یک چند لحظه پیش، یک چند روزهای پیش در یک برنامه گفته بودیم. سال 2022 ماه رمضانی بسیار هم خسته و گشنه در ماشین بزرگ بودم. با همسرم هر دومان گفتگوی تلفنی میکردیم. موضوع چی بود؟ موضوع راستیگه اکی آرزو جان، یک پرابلم چی بود؟ فکر نکنم که این پرابلم رو از یاد برده باشه، چون که همین پرابلم سببی به زندان افتادن شما شد. چی بود پرابلم؟ اویلوی یعنی چی؟ با همسرم گفتم، چون که گفتم با همسرم در ماشین بزرگ گفتم و تلفن شد. نه، موضوع چی بود؟ فهمیدم بحث داشتید، اما موضوع بحث چی بود؟ پول بود؟ یگون حرفی دیگر بود؟ موضوع دیگر بود؟ چی بود؟ نه، صحبت میکردیم، هر دوم خیلی گپ میزدیم که برای همین خونه چی پرابلمی در خونه چی بود آخر؟ راستی به خاطرم نه، فکر نکنم که در خاطرتان نباشد. اگر تا این درجه رو فکرم نمیکردم امروز، من روزی گذشته من فراموش میکنم که نه، این موضوعی نیست که از یاد شما برود. با هم دیگر هم خیلی چی گفتگوهای همین گفتگو در خصوص چی بود؟ راستی به خاطر ندارم که بسیار هم خیلی شیدم که ناممکن است. الان فراموش خاطری مرا فرا گرفته است که من برای همه میگم که روزی که گذشته ما رو فراموش کردیم دیگه. یگون رشک بود؟ رشک حتما هست در زندگی. رشک از طرف کی بود؟ رشک از طرف من بود یا از طرف او، من راستی گپ نمیدونم. خب چی شد اون بحث شما با چه به انجام رسید؟ تلفن همین خیلی صحبت میکردیم، چی گپایی که شید با این در که دیگه از خاطر من میبرم، اما هر ما جنجال اویلا شدیم با تلفن، با واتساپ. پس یو گپ زدن که دیگه خوب هم نیست، خودم خوش ندارم، نه که موضوع را روی کردیم و باید که بگم برای شما که هر دومون همین رشک میکردیم با هم دیگر، جنجالو یعنی بهوده، رشکی بهوده ده رشکی بهوده میکردیم. گفتگوی هر خیلی قبیح یگون دشمون نخوره تو بشید در رشکو، یا که به جوزه در خونه میبرومد یگون جو میرفت خبر نمیکرد که مثل من فلان جو رفتم، یا که یگون بسیار رفیقای رو برادرای بسیار در محله دارم، در قشلاق داشتم که برادرای ما میگفتن که اکا ینگه را دیدیم در بزرگ در فلان پیش مگزین در سوسه تینجی بود و خیر بود، اجازه داده بودی نداده بودی. چرا نمیموندید که با بزرگ برود چیزی بخرد برای خودش؟ مدامی که ما زنده بودم کجا میره بزرگ، خونه ششین زنان رو بس از همین یک هنر شینند و زایند شیرانی نر میگه. نمیخواستید که با بزرگ برود یا با یگون دکان برود یگون چی بخرد؟ اگر حالتوی که فرزندو در خونه میشینن، خودم در خونه میشیدم، خودم میرفتم. اگر که
در خونه نمیشیدم اگر که اجازه میپرسیدن من حتما میگفتم که راو خرید که دیگه کی خرید میکنه گیر گوده کرد. چرا مثلا برای خریدن نمک یا شکر حتما باید اجازه شما رو میگرفت؟ برای خریدن نمک برای هر یک قدم موندگیش مرا میفورید اجازه ما بگیره. این خودخواهی نیست؟ نه. شما حقوقی رو فکر نمیکنید که پایمال میکنید؟ حقوقی رو؟ حقوقی اون زن رو. وقتی که زن مردش دوست داره واقعا باشه دوستداریش فکر میکنم که برای او برای ما بهترین حقوق اول داره. فکر میکنم که اگر همون زیق نشوه ما حقوق ما رو میگم که روید خریدن شکر میخری روغن خریدم اگر از این خرید کنی رفتگی. نه که وقتی که میخوام که همین زن رفت شما مثلا در این ثبت هستید، ثبت برنامه ما. من قبل از شروع صحبت گفتم به شما که تلفن ها رو قطع میکنید، شما تلفنتون رو قطع کردید. رفت در همین حالت ضرورت پیش بیاید و در خانه مهمون بیاید عاجلا از بزرگ باید روغن برود بخرد، تلفن شما خاموش است، چیکار باید بکند؟ ببخشید فرزند کلونی هست کو فرزند کلونی را میگیره خطش میره خرید میکنه هیچ بوک نداره. باوری نبود میانی شما؟ باوری هست. پس این چی مناسبت است؟ که در سری که رو پری هر خیل آدمان که بسیار گپای قبیح ما شنویدگیم که میگفتن که همی فلانی آدم سنی فلانی نظر کرد. یک رفیق اومد یک وقتی دیگه که اکه شرف جون انمی برادری بخوام قطیمون نون و نمک خر بود همون طرفی زنی من خیلی گپو پرسته خیلی گپو کوچو هر خیلی آدمو داره. به همین خاطر من میترسیدم، من را دوستش می‌داشتم، من به خاطر دوستداری من را احتیاط میکردم که کجایی که میره باید من بدونم که یک کار یا سبب یا چی میشوه مودم یک دم میگه چی میشه نمیشه من باید بدونم یا چی را. برای بسیار میخواستم. اما بعضی حالت‌ها گفت شما میشود که من حقوق شخصا پایمال نمیکردم. بعضی حالت‌ها میشود که در حالت یعنی سراسیمگی با اومدن میرفت میشه اون کار میکرد و پس اون بو خبرش ما در همون قشلاق اون خبرش هم میشنم که فلان جو رفته بسمت اون جو رفته دختر چم قاطیش نبوده. چرا شما مثلا نمیخواهید زیر کنترل خانومتون باشید و میخواهید که خانومتون مدام زیر کنترل شما باشد؟ با اینکه شما یک هنرمند روی استیج میآیید با دخترها میتوانید رقص بکنید، در میوزیک ویدیوها در صحنه ها رقص بکنید، برای خودتون این چیز رو اجازه میدهید و یک آزادی خیلی کوچک رو به خانم خودتون داده نمیتوانید که با دکان برود روغن بخرد؟ نه برای این پرابلم نیست که میره و خرید میکنه میره میگم که در کوچه هر خیلی آدموان ما که اصلا نوزی از او اعلام دیگه دورم جدایی ما قطعی زندگی نمیکنم خشم نمیاد. به ادامه همون قصه میریم. بعد چی شد؟ گفتگوی تلفنی، بحث و مناظره؟ بعد هر دومون بحث کردیم. هم چی شد؟ رگوی دستش همون کدوم خلایش چه هم خیلی لذت قطعی ثابت چی میتونن چی کروش میکنن همونجا میبرم رگوش هم میبرم دیگه. من خونم هم ساعت 4-5 همون زیاد سرانه خوندم که درم در اومده سلام علیکم. کی در اومد؟ ملیسا. در دوشنبه؟ بله. در اومد خیلی خیز کن تو داری همسرم قطعی شه اگه شرف ها بگیم ببرویه من گرفتن روز پراکراتورا بردم رفتن نویسونده که مرا میکشه یودم من او را اقخورت کردی که دوشون در کجور زن کشتن من مو پشه کشتن نمیتونیم کرد. وقتی که همون جوش که بریده قهرش کرده اورام. مطمئن نیستم که از یاد شما موضوع همون بحث رفته باشد به تلفن، چون که این یک پرونده شد، پرونده جنایتی شد. در پرونده جنایتی کنج و کنار هر یک جزئیات حادثه رو میسنجند. جزئیات حادثه همه یکشون که همون کس که خیلی که برید بالزوا یعنی 100 نه ماده 100 نه قسمی ده با خودکشی آورده رسوندن انسان. با خودکشی آورده رسوندن انسان. هم خیلی آوردنش که مورا هم خیلی حساب کردن هم از تطیر خیلی با خودی هم واتساپ که قرات چی بود کی زنش نمیگه که میو میزنمت کی زنش نمیگه که میو میکشمت تهدید کرده بودید؟ نه میخواد که میو میزنمت میو میکشم خیلی گپو بدن کی هم خیلی یگون کوری بد نه که یگون چی هم خیلی گپو قطعا اونجا شبریان تمام را به خاطر همون که اونجا شبری دایه به خاطر همون واتساپ که در چی نویسوندگی زنده موند.
و زنده رفته پای زندگیش در خدمت مسکو که کجای باشه خوشحال باشه. ما هر لحظه 15 سال عمر ما نزدیک 15 سال عمر ما قطعی گذروندم. ما او خصومت کینه ندارم، ما دوست چون می‌دارم یا چون کردم که بخدا هر لحظه حرمت عزت من نسبت به او بسیارم. فقط میخوام همین دوستشون می‌دارم یادشون کردم. گفته شما چند نفر رو در نظر دارید؟ فرزندم قطعی اویلان با هم رفتند. چند فرزند؟ 2 فرزند. پسر دختر؟ دختر. من پسر ندارم. دلتنگ شدید براشون؟ به نهایت که برای اویلان نه، پروای اویلان ندارم دیگه. نه که برای فرزندم او بسیار شیرینه کردن برای من. همین شب روزی درست در یک جای یک چیره نان میتی، نمک میتی، کلون میکنه چوچکه. ولی اگر حیوان باشه دلت برای اون میکفه که فرزندی ماه. نمیخوان رابطه داشته باشند با شما؟ من نمیدونم میخوام من خودم نمیخوام. شما خودتان نمیخواید؟ حالا گفتید که میخوام، پزمان شدم دیدم. پزمان شدم فرزندم دیدن. یکی اونو علاقه شوهر که اگه یک پایزین یکی چونان دیگه خوشبخت شوی. یعنی شریمت چی ندارم هیچ گپ نیست. چون اینا خصومت من ندارم. من گفتم که تا روز که در همین دنیا زنده من انسان دوست می‌دارم. انسان خودش یک معجزه. این خوزی من قطعی شما کمی اشتباه من خودم هم میگم که همینجا اگر برم من که شما پیش ما اوس میرم من شما را یاد میکنم. با این لحظه میخوام که کمی فضا رو دیگر کنیم، یک ترانه میخونیم بعد صحبت رو ادامه میدیم. مرحمت باشه. چون پرده دور به شمشیر میزند همه رو، کسی مقیمی حریمی حرم نخواهد ماند. توانگرا دل درویشی خود به دست آورد که نقشی جبر و نشانی ستم نخواهد ماند. که نقشی جبر و نشانی ستم نخواهد ماند. ای نگارا تو که خود برده خانونانی، بندی این بنده رها کن که تو هم انسانی. با کم عیب نمودی تو مرا زندانی، بند و زنجیر تو در گردنم از نادانی. بند و زنجیر تو در گردنم از نادانی. تو نه تنها چونین ظلم با من روا دیدی و بد، ای بسا بنده به عیب شدم زندانی. گرزی اندرزی بزرگان خبر می داشتی، کی نمودی تو چونین ظلم به هر انسانی. کی نمودی تو چونین ظلم به هر انسانی. ای نگارا تو که خود برده خانونانی، بندی این بنده رها کن که تو هم انسانی. با کم عیب نمودی تو مرا زندانی، بند و زنجیر تو در گردنم از نادانی. بند و زنجیر تو در گردنم از نادانی. از ازل ما و تو جمله انسانیه که خواهی دانست بر روزه که تو خود درمانی. آنچه کردی و گذشت بار بدوشی تو به ما، نکند سود دیگر توبه و نافرمانی. نکند سود دیگر
توبه و نافرمانی دان که در مظهر حق حاکم و فرزانه یکیست عزتی نفس بجایا تا تو بتوانی عزتی نفس بجایا تا تو بتوانی ای نگارا تو که خود برده خانونانی بند این بنده رها کن که تو هم انسانی با کم عیب نمودی تو مرا زندانی بند و زنجیری تو در گردنم از نادانی بند و زنجیری تو در گردنم از نادانی تشکر زیاد ممنونم خیلی ترانه زیبا و در این ترانه حس کردم که شکایت از خانم میکنید. بله که متن ترانه رو خودتون انشا کردید؟ نه ما در محکمه مرکز اصلاحی ده مؤسسه اصلاحی ده شعر بسیار میخوندم. این شعر از استاد سویه از گازete یافتم شنویدم که وای علاقه شو کده یه پای زندگیش شوهر دوران یه پای زندگیشونه همین سرود کردم که برو اومدم که من علاقه دیر کم. چند سال در محبس بودید؟ 3 سال داشتم 2 سال شیشتم. 2 سال. 1 سالیگه با کلونای سکونتی قرار داریم ولی علاقه 1-3 ماه دیگهش مونده است. خوب وقتی که رکی دستهایش را زد بعد این حادثه دیگر در خانه شما زندگی نمیکرد؟ نه وای کسو در خانه خودشون بودن. در خانه خودشون بودن. با محبس خبرگیری نیامد؟ نه محبس کجا خبرگیری میویان. یعنی همون بعد رگی دستهایش رو زدن دیگر هیچ رابطه‌ای نخواست داشته باشد با شما همینطور؟ چطور رو نجات دادند وقتی که رگی دستهایش رو زد؟ وای رگوی دستش نبریده بود. همون با گفته هم رگوی دست همین پوستوی دست شکم قبل از وقتی بریده که پوستی دست بریده بود. این امید ای که کمی خوب سوی دودگی که کورک ما میره محکم میکنیم. ایده باوری است. این گپ هم بر اومد. گفتم این کار تشکیل کردن که برای من نه کجا و جنایت کجا. به همین خیلی حالتهای آوردن اون که دیگه باور کنین که یک روزی بود رو نبگیم. 15 سال با هم بودید؟ 15 سال که نزدیک 15 سال. چطور شما 15 سال توانستید با هم زندگی کنید با این همه نافهمایی ها؟ از اول بود این نافهمایی ها در حیات شما یا بعد پیدا شد؟ نه این خصومت ها بعد پسون اما خیلی پیدا شد. پسون پیدا شد؟ از اول نبود؟ از اول چه خیلی گویم این کسی که من ویلش کرده بودم من روستیگه ای پدر مادرم جوگایی و این ویله ما گرفته بودم که کودک دار شد دیگه جوگه کردن نتونستم. انا میره که مقصد با عشق و عاشقی علاقمندی عشقی عاقبت یعنی عشق عاشقی به همین روزا آوردن مکه. اما عشق گناهی نداره. چرا شما گناهی خودتون رو 2 نفر که به هم سازش نکردید گناه خودتون رو به سر حضرت عشق میزنید؟ من گناه خودم در سر عشق نمیزنم مکه. من گناه کردم هر یگان چی به چی نیست. شما نتوانستید با هم 2 نفر نتوانستید عشق رو نگاه بدارید؟ شما هر دو نتوانستید. غضب میویه عقل هم میگرفته میبرده که غضب میومده عقل تمی خورده. الان این رو فهمیدید؟ من این رو درک کردم اگر من به چشمی سر دیدم که در دنیا چی گپ شد. عمر گذشت آرزوهای من آرزوهایی که سردوی که در امریکا و در دبی در کلیپ بودم اون آرزوهای من همه ای فکر ای غضب ای همه چی من قفو زد موند. چطور با هم آشنا شدید شما در زندگی؟ این دخترک میخواست حافظه شود سرگوینده شود. همین خیلی در یگون موزیک ویدیوهای شما هست؟ در استودیو هست همه ابراهیم گنیورلاد هستن. همین سروده 9 شناسیدگیم سالی 2000
8 بود یا 7 شینوس شدیم 2009 10 همین سرودی خبر نداره یورما بعد چی شد؟ دیگه هم خیلی زندگی کردیم اومدیم که عاقبت کار عاقبت عشقی چطور شما دختر رو گرفتید همین خیلی خونه بردید؟ به توی تماشا؟ به توی تماشا کردیم توی تماشا کردیم اول خونه بردید بعد توی تماشا کردید؟ اول خونه بردیم قطعی شینوس شدیم معمولا اول توی تماشا میکنند بعد خونه میبرند شما اول خونه بردید بعد توی تماشا کردید من حق برای شینوس شدم برای شینوس کردن قطعی خونه من فقط از پدر و مادر من بسیار اوچه دوست دارم که میدونم من مادر شما رو میشناسم سلام بر مادر شما خیلی عاطفه سرشار مهر بانوی خیلی پاکیزه است سلامت باشید تشکر درودی من رو رسونید و چی گفت اون مادر بیچاره شما چی گفت شما چرخه زده این دختر رو گرفته بردید به خونه راست شو بگم اگه مادرم دیدشم خیلی یک بار دیدش که بچه میره که گرفتیم فردا همونجور شبرد نمون واقعا خنده کس میوید پدرم هم همی گفت گفت که جای گرفتی گفت اونجا یه روز سری ترم میخورم باور نمیکنم با خدا با چنون دوست این گریه و این قدر دوستداری و این قدر زندگی یک اومد رفت داشته این هم یک خیلی اومد یک خیلی رفت که باور که هم با خنده هم با گریه هم عدد دچار منکرد گریفتار منکرد بالاخره قبول کردن بله بعد برادر ما گفتم خیلی هر چی بود میلش نگاش میکردم یگون بچه ای دوست داری من یگون بچه یگون مقصد نگاه میکرد یا که یگون کسی اون گپش میپرد و یگون چی میکرد که واقعا بعضی گپ پرتوی را بود میدیدی میفورید که یک گپ زنی خطی میدخته به نیاز زیبا خوش رو بود با خدا دربار مکانم خیلی در مشروطه اگر میشیشتم دربارم خیلی میشیشتم نگاش میکردم که یگون کسی نگاه نکنه هم رشک سخت داشتم که اون کسی نگاه نکنه اگر که نگاه میکرد درام میگفتم که سر تا پایون نگاه که مردی بگه نه نگاه که چیکار رو نگاه کردی اکثر تا در رو درش میکنم پورا نگاه نکن این یکم از دایره عقل سالم الکی بیرون است بله ما میتونم با دلی پر بگم که من بچهش می سر دیدم خدا شما ببینین ما طاقت میکنم من زندگی را صبر میکنم میبرمش خصومت آقام ندارم فقط دقشون دعا میکنم پروردگار که جایی هستن فرزندای ما خوشبخت باشند خوشحال عمری دراز بینن ما همه از بابو را که پسی سر کم گذارم حاضی خوشحالم که حالا شرف جان من شدم که خوشحالید ولی بیاید این خوشحالی رو با یک ترانه اثبات کنید به همه بیننده ها بعد صحبت رو ادامه میدیم یک ترانه دیگر خبر نداره یارم از حال دل زارم خبر نداره یارم از حال دل زارم آبرم بگین یارم علمای دل زارم آبرم بگین یارم علمای دل زارم مایلی بره میگی مویورتا علمای دل زارتا مایلی بره میگی مویورتا علمای دل زارتا آبرم بگین یارم علمای دل زارم برم بگین یارم علمای دل زارم زی عشق میسوزم تنهایم امشب ولی از من نرفت غمهایم امشب مرزون آبی چشمانم عزیزم که خشک شده است چشم اشکایم امشب مرزون آبی چشمانم عزیزم که خشک شده است چشم اشکایم امشب خبر نداره یارو از حال دل زارم خبر نداره یارو از حال دل زارم آبرم بگین یارم علمای دل زارم آبرم بگین یارم علمای دل زارم مایلی میره میگی مویورتا علمای دل زارتا مایلی میره میگی مویورتا علمای دل زارتا برم بگین یارم علمای دل زارم برم بگین یارم علمای دل زارم
کجا جویم تو را نامهربانم، فرح دیگر نمان در پایم امشب. اگر رای بن از دمه عزیزم، تو را خوانم بخون یک پایم امشب. اگر رای بن از دمه عزیزم، تو را خوانم بخون یک پایم امشب. خبر ندارم یارو از حال دل زارم، خبر ندارم یارو از حال دل زارم. آبر بگین یارما علموی دل زارما، بره بگین یارما علموی دل زارما. مایلی میره میگه مویورتا علموی دل زارتا، مایلی میره میگه مویورتا علموی دل زارتا. بره بگین یارما علموی دل زارما، بره بگین یارما علموی دل زارما. آبره بگین یارما علموی دل زارما، بره بگین یارما علموی دل زارما. تشکر، سپاس. صحبت رو ادامه میدهیم و میرویم به داخل زندان. زندان اکاجون چیزی هست، جایی هست که او را گفتنش در ما بسیاری چیزاش در ما حق ندارم گپ زنم، برای که بعضی چرا حق ندارید؟ این حق رو کی از شما گرفت؟ بعضی دوستانی هستن که دوستانی زندانی هستن؟ بله، بعضی دوستانی هستن که یگان سازشنامه است اونجا میانی زندانیان، یگان عهد قرارداد است. اونجا عهد قرار، اما تو محکوم شده که شیری رفتی دکلت میکنی که من محکوم شده ایم، شبکت هم میگیری قبول میکنی که من محکوم شده ایم از روی ترتیب انتظام. اون ترتیب انتظام با محکمه هم خیلی محکوم شده به مود یک ساعت نه شرف قربان مولد اجازه مایسته سال تو 5 سال یا چند سالی که دوری. بله. ما خیلی شناس میکنیم و اون خودش میگه که کیت بعد میگم هر اونجا قانون ایده خیلی چادر که اونجا با خودش یعنی نگهبانی کلان داره. بابای شمس میگفتن قربانوف هم فامیلیمون برادری ما کلوب. با اصطلاح پخن زون یعنی پدر زندان؟ نه پخن زون دیگه با سماتیاشی به اون نگاه بینیم سماتیاشی obší دیگه پلاژن است زون بود دیگه نگاه بینیم میکردگی نظارتچی همه محکوم شده بود که نظارتچی اکای شمس بود. چند سال است؟ یک 40 سال 41 سال است. از کدام مدت به زندان افتاده است؟ از خاطرم رفته اگه بسیار چیزای خاطرم رفته که عصبون بسیار مونده و خسته شد. همین بعد برآمدن کم کم به خود اومدن. قراردادی غیر رسمی که زندانیان بین همه بندن چگونه است؟ یعنی قول میدید که اسرار زندان رو در بیرون نمیکشاید، چگونه است؟ بعضی برادرای ما هستن که вже 30 سال شتگیان. بعد ما هم وجود که دیگه اوضاع کنم بگردنی برنامه دا برای زندان برنامه دا برای زندان کنم. زندان نامش خودش بده که زندان عموما نامش گرفتن خوشحال نمیشه بودم. خیلی تیسر همشون اوضاع کنم اهمیت نیست. مدتی که شما رو به زندان کشید مناسبت با نفرانی که تحت همین ماده به زندان افتادند چگونه است؟ هر کس که جون کمی باشه در بیرون در درون همون میدرویه. همه میدونیست که من بچه جنجالی نبودم. ماده ما جنجالی اویلوی بود. در اوجا این جنجالی اویلوی را در درون سیمینی پرابلم هم میگه این سیمینی پرابلم همون خاموش نتی. کدام ماده در زندان باعثی اذیت کشیدن همون جنایتکار می شود؟ ماده 138 139 140 141 241 اینها چی هستند؟ ایو خیلی ماده هستند که تجاوز بر ناموس زن بو هستند که دخترای نوبالیغ هستند بچه پرستی ماده بسیار اینها اذیت میکشند آنجا؟ ایو کارشون در همون درون اذیت هست. چگونه اذیت میکنن اینها را؟ اذیت که همین که خودش علاقه مودش بزی گفته است همودم که مودش بزی به او قطعی سلام کردن ممکن نیست، اون قطعی خوردن ممکن نیست، چه با پیالای او چای نمیخوری، او پرخوتی تو ممکن نیست در اومدن. پرخوت یعنی همون جایی که تو خوبی اونجا دام ممکن نیست در اومدن. شما خلاص سلام بخیر. چیکار میکنن با آنها؟ فقط میروان نشون توزا میکنن، زونا را موزیکو را نگاه میکنن، کم بغلو را. مقصد یک توالت هم میشون، یک بانیه را میروان میشون، یک
پولو یگون جورا میروان میشوان خدمت‌های شوهانی هم میکنند؟ چخیره مثلا علاقه جنسی با آنها کسی انجام میدهد یا نه؟ اوجا خیلی ممکن نیست که با قپان با خیلی کور ترما بودرونش ترماشه دورا که شیزو پکیتی دورا بو هر کدومش با واسطه چیگو دروندا با چیگو نمیکنی با اوجا دیلا میشه و داو درون که دیلا شید تو مثلا نروشنی نداشته باشی پاسیلینکات که بر وقت اومد میبینند خیلی پاشیرینی دورا رحمت نوما دورا میگه خیلی برو زود میگه پاسیلینکات میکنه سکوناتی قطعی جواب میتونم میبروی که هر کی دیلا جزیر باشه و باقی خیلی کورو دازگی باشی اوجا در آمه قپان اوجا داد همه چشمو کور کستن کامیرو کور کستن حتی خودی همون زندانیان تا یک درجه سوادی حقوقیشون بلند است بهد یا خیلیش ادوکات شدگی نکن باور کنید به شکم سیری میخوردید غذا؟ با به غرض ای پیره نزدیک بودیم ما برادران خدا بشکر خیلی این سونو کمک دستگیری کردن اومدن خبرم گرفتن و درونی زندان خبر گرفتن با شکم سیری میخوردید یا نه؟ من جواب نگرفتم از شما. با شکم سیری البته با شکم سیری میخوردیم. گفتید برادرها کیها خبرگیری می اومدند شما رو؟ چون میگویند که در همین لحظه های دشوار دوست حقیقی رو میتوانی بشناسی. کیها رو گرداندند و کیها آمدند؟ به غرض در زندان غلطی کردیم اسلام نگاه میکنیم چه تا نگاه میبینی اسلام میبینی که تا میبینی یار رفیق نزدیک پدر تا میبینی کیها یار رفیق نزدیک کی بود؟ یار رفیق نزدیک همه یک نفره که بنام بگیریمش خلیلای امیری شما ممکن شاید بشناسین دو درک دوریم بسیار تست خبر میگفتم بعد برادرم مکه فیضدین مکه عبدالجبار رو بسیار تر چی میبردن بر شما؟ ادوکاتن همه چی میبردن همه چیزی که بیشتر چی میخواستید؟ اونجا نیاز به چی هست بیشتر؟ اونجا نیاز به دارو میویان میرسن به وقت ساعتش دومو را خیلی نو سوختن همین دوموی نو سویکا سوختن مثلا با بانیو را تشکیل کردن نو اونجا با کارهای مشغول میشوند زندانیان شما؟ هر کس با کاری خودش مشغول میشه ما در درون فرهنگ خوی کم کرد اونجا بخش فرهنگی شده بخش فرهنگی شدیم تالوری 300 قریب 40-350 نفر ده آدم زلی خوب زلی زمانوی برای من تعمیر خوب قطعی 340-350 نفر مجلسگاه زل شدن صحنه تمامی اینسترومنت اپارات خریدیم 350 نفر خیلی تالاری بزرگ است محکمه بودن ایما که انا محکوم شدگان قریب 2000 آدم بود گفتید به شما داروواری میبردند؟ بسیارتر ما داروی چی؟ نوجلات داشتیم داروی چی؟ داروی چی میخوردید؟ چرا دارو میخوردید؟ دارو از چی؟ از کدام مریضی؟ گریپ وجود بسیار میشوه گریپ بوگ میشوه دیگه هر گونه کسل شدنش میشه ممکنه ممکنه که چی میگن؟ شما مریض شدید؟ ما بسیار وقت گریپ میشیم بسیار وقت همین گریپ سخت میرم قبل که ایمونیتم چی بود بسیار وقت من گریپ میخوابید کسل سیل زیاد است در زندان؟ نه گفتید توبرکولوز میشه توبرکولوز هم بدنش هم فهمیدم همین کسل سیل شدنش ممکنه میگم برای که در اونجا شاید که باشه هم اونجا هسته کم و بیش هسته اینه که من ندیدم راستی گپ یا که فکر نکردم یک دیدن هم یگون ما بعد زندان خود رو تشخیص کردید؟ ما تشخیص تیبی؟ ما اپیرات خوردم بعد از زندان بالنسا خوب کم کرد خوب با این موضوع برمیگردیم ولی حالا میخوام باز یک ترانه دیگر بخوانیم باشد به جان و دل تو برام یگانمی تو چراغ خانمی در عالم نشانمی بیمون کنارو تو هستی خوش روی من ای گلی خشبوی من نازنین بهارو دوستت ندارو تو باشی کنارم من غم ندارم شکایت از خداوندم ندارم میگفتی عزیزم تو باشی کنارم سب دوریت رو دیگر ندارم
بگفت شرف جان تو باشی کنارم، صبر دوری از رو دیگر ندارم، دیگر ندارم. تو برام یگانمی، تو چراغی خانمی، در عالم نشانمی، بمون کنارم، بمون کنارم. تو هستی خوش روی من، ای گلی خوشبوی من، نازنین بهارم، دوستت ندارم. شما باشین کنارم، من غم ندارم، شکایت از خداوندم ندارم. عجب. شرف جان در نام جانم تشکر، زنده باشید. خیلی لطف دارید، خیلی مهربون نکه، خیلی خوش سخنین، خیلی زنده دیدید. تا جایی که ما میدونم در شبکه‌های اجتماعی ما شما رو رقصاتون رو میبینیم. رقص کن نکه جان، زندگی کن، خرسندی کن، شادی کن، زندگی خوب. شنیدید؟ دیگر ما رو سرزنش نکنید، قربانی شما میشوم. خوب، از زندان رها شدید، گفتید عملیات جراحی انجام دادید. بله بله. چی شد؟ خنکیم زده که جراحی کردیم. چی جراحی؟ جراحی همین بدن جراحی کردیم. با عضوی مردانگی شما چی شد؟ خنکی زده که جراحی کردید؟ بله. خوب شد؟ خوبه با شکر، خیلی خوبه. حالا عضوی مردیتون خوب است؟ خوب است، خدا با شکر، خیلی خوبه. خوب. اکنون راجع به نقشه ها میخوام حرف بزنید. شما گفتید که خانومتون ازدواج کرد تکرارا و میخواید که خوشبخت باشد. بله. خودتون چی ازدواج کردید؟ یافتم یک دختره که شروع هنوز ازدواج نکردید؟ نه، ولی دوردن، ولی رای دوردن نصیب خود بگردم بیویم. چگونه یافتید؟ این رو هم خودتون یافتید یا کسی توصیه داد، انتخاب کردن، مصلحت دادن؟ خودمون انتخاب کردیم. اگه رنگش خیلی که پیش این هم از اهل هنر است؟ اهل هنر است؟ نه نه نه، کس چی نیستم. وقتی که اهل هنر گفتم نه 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 گفتید خیلی. اهل هنر بدون اهل هنر دیدی چی کار؟ اکنون میترسید از اهل هنر؟ تلخمون و کفمون که واقعا خنده کس می آید. هم خنده واره، هم گریه واره، هم علم واره. بخدا باور که نمیدونی برای کدومش بخندی، برای کدومش گریه کنی. مادرتون هم کم کم سرود زمزمه میکند؟ یک سرود سالهای پیش زمزمه میکرد، مرا به خاطرم هسته. یک چند نقراتون میخوندم، همین سرود مخصوص برای اوچه جانم، از نام شما توفه برای مادر جانم. وای در دشتی کلان در اوگری میکردم، وای کولا بر سرم قلندری میکردم. وای میدانستم ای که به وفا یاری منی، وای 100 سالی دیگر مجردی میکردم. وای میدانستم ای تو به وفا یاری منی، وای 100 سالی دیگر مجردی میکردم. وای پودینه لبی یا به صدمه بیتر، وای این جانی بیمام دارد یک یاری دیگر. وای صدرگی سفید بین چی حالا داره، وای تقدیری خدا را بین چی کارا داره. وای گفتم بیروم پیشی فلک گریه کنم، وای ای گریه من فلک چی پروا داره. وای من بید شبم خدی ترسای کنم، وای بلبل شبم هزار یک نکنم.
های من چوب شوم برن به پیشی اوستاد های اگه شانه شوم زلفی درشانه کنم های من چوب شوم برن به پیشی اوستاد های اگه شانه شوم زلفی درشانه کنم های دخترت نازنین آمده ای های سه به بدرونی آستین آمده ای های سه با بدرونی آستینت چی کنم های حیفی خدمات تو بر زمین آمده ای های سه با بدرونی آستینت چی کنم های حیفی خدمات تو بر زمین آمده ای تشکری زیاد. در همین ماجرای به زندان افتادنتون در همین گیر و دار در همین مناقشه تا کدام اندازه خود را گناهکار می‌حسابید؟ تا اندازه‌ای که من روزه‌دار بودم ماه رمضان بود ماه مبارک بود ما نباید فقط روزه برای شکم بگیریم ما باید دهانمون هم پرهیز میشیده ما در ماه رمضان دهانم پرهیز نگاه نکردم عصب غضب قپیدن نتونستم خداوند حکم کرد که ما برم 2 سال در ترمه به خاطر نمی گپی گفتگیم خداوند حکم کرد ما 2 سال برم در ترمه عذاب بکشم ببرم تو احتیاط باشین روزی رمضان ماه مبارک رمضان حتما دهانو را نگاه کردم در کار بوده ای همه چی باید پرهیز کنیم به همین خاطر ما سبب اساسی گناه خود دارم میبینم که طاقت نکردم کمتر غضبی شدم غضب عقل ما خورد خداوند حکم کرد که برای که 2 سال زندانی شو گذشتش همیشه هم نمیگذره که با 1 سال یا 2 سال زندانی شدن زندگی به انجام نمیرسد انسان باید آپدیت شود نو شود هیچ وقت نقطه نگذارید ویرگول مانید و دوامی جمله را با حروفی پر از عشق پر از محبت پر از دوستداری پر از صداقت پر از روشنایی ادامه بدهید دوامی جمله را یعنی دوامی جمله این زندگی ما و شماست و در این راه من مطمئنم که مخلصانی شرف را تنها نمیگذارند. سلامت باشید. تشکر.